هفتمین نشست مجموعه فکر آینده افغانستان که از سوی فاطمه گیلانی فعال سیاسی افغان در جاکارتای اندونزیا رهبری میشد به پایان رسید. سلطان برکت استاد مطالعات بشردوستانه و منازعه در دانشگاه قطر و یکی از تسهیل کنندگان گفتگوهای صلح میان امارت اسلامی و امریکا در صفحه توییترش نگاشته که در این نشست 30 فعال افغان اشتراک کرده بودند و روی اوضاع کنونی افغانستان و اقدام‌ها برای اعتماد سازی بحث و گفتگو کردند. به گفته آقای برکت این مجموعه از سوی رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا میزبانی شده و عضوهای این نشست با شمار از سیاسیون کشورهای جهان نیز دیدار داشتند. همیرا یوسفی به جزئیات این گزارش پرداخته است. پایان هفتمین نشست مجمع فکر آینده افغانستان. هفتمین نشست مجمع فکر آینده افغانستان که از سوی فاطمه گیلانی فعال سیاسی افغان در جاکارتای اندونزیا رهبری میشد و پایان رسید. سلطان برکت استاد مطالعات بشردوستانه و منازعه در دانشگاه قطر و یکی از تسهیل کنندگان گفتگوهای صلح میان امارت اسلامی و امریکا در صفحه توییترش نگاشته که در این نشست 30 فعال افغان اشتراک کرده بودند و روی اوضاع کنونی افغانستان و اقدام‌ها برای اعتماد سازی بحث و گفتگو کردند. هفتمین نشست افکار آینده افغانستان بر ریاست فاطمه گیلانی فعال سیاسی و حقوق بانوان در جاکارتا به پایان رسید. در این گفتگو 30 زن و مرد برجسته افغان با ظرفیت شخصی خود که از زمینه‌های گوناگون اجتماعی و حرفه‌ای از داخل و خارج افغانستان بودند شرکت کردند و چالش‌ها و پتانسیل‌های کنونی و اقدام‌های اعتمادسازی مورد بحث قرار گرفت. کشور اندونزیا هیچ گونه نقش در تغییر اوضاع جاری افغانستان ندارد. کسایی که تحت نام سیاسیون افغانستان در اندونزیا جمع شدن به رهبری فاطمه گیلانی و در گفته میشه فاروق اعظم که در جمهوریت قبلی هم نقش داشت در گردهمایی اشتراک کرده، اینا فقط بقایای همون جمهوریت دیروز هستند که به خاطر مطرح کردن خودشان و امتیازگیری و بقای سیاسی خودشان جمع شدن. اینا با گفته آقای برکت این مجمع از سوی رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا میزبانی شده و عضوهای این نشست با شمار از سیاسیون کشورهای ژاپن، مالزیا، بلژیم، سویدن، کانادا، استرالیا، نروژ و اتحادیه اروپا نیز دیدار داشتند. و اگر چنین باشه یا صحبت کرده باشین اسمای فعالان سیاسی که گرفته شده یکیش کفایت و درایت نداشتن و نه سابقه خوبی داشتن و نه از نمایندگی از ملت افغانستان و نه نمایندگی از سیاسیون کرده میتونن یا صرف گروه 11 استخبارات کشورهای بیرونی هستند که به خاطر اهداف خود کشورهای خارجی یا را هر طرف استعمال میکنن و از یا استفاده و بهره برداری میکنن. هیچ مفیدیتی برای مردم افغانستان نخواهد داشتن و طالبان و مقاومت طالبان اشتباه نکنن. بیاین مجمع فکر آینده افغانستان 30 عضو دارد. کارمندان حکومت پیشین، امارت اسلامی، جامعه مدنی و چهره‌های دانشگاهی عضوهای این مجمع را ساختند. گفتنی است که جزئیات بیشتری نشست تا حالا همگانی نشده است و تاکنون مشخص نیست که آیا نماینده از سوی امارت اسلامی در این نشست دعوت شده بود و یا خیر.